مهارت‌های زندگی که باید بدانید همه انسان‌ها همواره به دنبال ارتقای کیفیت زندگی خود هستند. این مطلب به شما برای داشتن زندگی بهتر کمک می‌کند. مهارت‌های زندگی به شما کمک می‌کند تا زندگی بهتری را تجربه کنید. انسان‌ها همواره به دنبال یافتن اصولی برای بهبود و یا ارتقای کیفیت زندگی خود هستند. هرچقدر شما از مهارت‌های زندگی آگاهی داشته باشید، می‌توانید زندگی مملو از آرامش، شادی و موفق‌تری را داشته باشید. با اسرار مخفی همراه شوید تا مهارت‌های زندگی را بیاموزید. تعریف مهارت‌های زندگی: مهارت‌های زندگی به مجموعه مهارت‌ها، توانمندی‌ها و برنامه‌هایی برای مدیریت زندگی هستند که به شما کمک می‌کنند تا در زندگی خود موفق‌تر باشید. در ادامه به مهارت‌های لازم برای زندگی که از جانب بهداشت جهانی معرفی شده می‌پردازیم. یک، مهارت‌های ارتباطی از مهمترین مهارت‌های زندگی مهارت‌های ارتباطی است. شما با توان برقرار کردن یک ارتباط مؤثر با دیگران می‌توانید به روابط بین فردی خود بهبود بخشید. زندگی انسان‌ها اجتماعی است. از این رو شما باید به تقویت روابط بین فردی خود بپردازید. 2. مهارت‌های حل مسئله، توان تشخیص، تفکیک و تحلیل مسائل و پیدا کردن راه حل‌های مناسب برای آنها میباشد. انسان‌ها همواره با مسائل مختلفی در زندگی خود مواجه هستند و گاهی در مواقع دشواری حتی برای حل مسائل ساده به دلیل اضطراب یا بی‌تجربگی دچار مشکل می‌شوند. پس شما باید بتوانید به درستی مسائل را مختلف را بررسی و با آرامش آنها را حل نمایید. 3. تصمیم گیری: برای آموختن مهارت‌های زندگی باید مهارت تصمیم گیری را بیاموزید. تصمیم گیری به توانایی انتخاب مناسب‌ترین تصمیم‌ها نیاز دارید. شما باید برای اخذ بهترین تصمیم‌ها ارزیابی درستی از وقایع داشته باشید و هنگام تصمیم گیری به عواقب آن فکر کنید تا تصمیم گیری عاقلانه‌تری بگیرید. 4. خودآگاهی از مهارت‌های زندگی بسیار ضروری است. شما باید نقاط ضعف و قوت خود را بشناسید و تا جایی که می‌توانید نقاط قوت خود را تقویت و در تلاش برای برطرف کردن نقاط ضعف خود باشید. به گفتگوهای درونی خود توجه کنید. احساسات خود را به درستی شناسایی کنید تا بتوانید احساسات خود را به درستی و با توجه به شرایط بروز دهید. 5. همدلی: شما برای زندگی اجتماعی خود به همدلی نیاز دارید. شما باید عواطف دیگران را به درستی درک کنید. باید دنیا را از دید آنها ببینید. خود را در جای آنها بگذارید تا بتوانید با آنان همدلی کنید. چشم مدیریت عواطف و هیجانات یکی دیگر از مهارت‌های زندگی که شما به آن نیاز دارید. مدیریت هیجانات و عواطفتان است. برای این کار ابتدا باید بتوانید احساسات و هیجانات خود و دیگران را به خوبی شناخته و بدانید در هر شرایط باید چگونه احساساتتان را مدیریت کنید. احساسات شما رفتار شما را شکل می‌دهد. پس باید بتوانید با مدیریت صحیح احساساتتان رفتاری درست داشته باشید. شماره 7. مدیریت استرس. فشار استرس می‌تواند باعث بروز رفتارهای تکانشی و تصمیم‌های بدون فکر در شما شود. امروز با سختی و فشارهای زندگی انسان‌ها متحمل استرس بیشتری هستند. شما می‌توانید با کسب مهارت‌های زندگی مانند ذهن آگاهی، ورزش کردن، نوشتن افکارتان، تمرین تنفس و ذهن آگاهی از فشار استرس خود کم کنید. شماره 8. مدیریت روابط. شما باید توان مدیریت روابطتان را داشته باشید، زیرا روابط شما به آسانی میتواند به شما یا افراد مقابلتان آسیب برساند. همونطور که روابط خوب میتواند باعث پیشرفت شما شود، روابط مخرب هم میتوانند به شما و زندگیتان آسیب برسانند. پس برای تقویت مهارت‌های زندگی و موفقیت در آن باید در تقویت مدیریت روابط خود کوشا باشید. شماره 9. تفکر خلاق. با تفکر خلاق شما می توانید به نوآوری برای حل مسائل مختلف دست یابید. شما در مواجهه با چالش‌های زندگی باید با خلاقیت خود از آنها عبور کنید. برای تفکر خلاق می توانید از حل معماها و پازل‌های مطالعه کتاب‌های مختلف و یادگیری مهارت‌های جدید کمک بگیرید. سخن پایانی: شما می توانید با کسب مهارت‌های زندگی پیشرفت خود را تضمین کنید و زندگی آرامتر و شادتری را تجربه کنید.